تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتومیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 23. گسیل جهانگیر به راه آخرت. رنگ روی پهلوان ابر سفید تابستان را میماند. آخرین رمق جان خسته‌اش را ترک میکرد. عزیز ما با آواز پست میگریست. میرزا عزیز دست راست بابایش را گرفته با چشمان مالامال اندوه و درد آن را بر رخسارش میمالید و میبوسید. ملا خشال خون جراحت او را دم به دم پاک میکرد و زیر لب دعا میخواند. گرد و اطراف خانه از آدم پر بود. شورشگران شهیدان را هم از میدان جنگ راست به باغ جهانگیر آورده بودند. سردار تازه انتخاب لشکر گلپاچا و خلیفه بهشار چنین امر دادند. جهانگیر با عذاب علیم چشمانش را گشاد و پیچ راست زد. خلیفه و گلپاچا را جیغ زنید. میرزا عزیز آنها را به ایوان دعوت کرد. هر دو در سر بالین جهانگیر دو زانو نشستند. جهانگیر هر یک حرف را به زور سر زبان آورده لب به وصیت گشاد. اکنون ناموس شغنان در دست شما، قفا نگردید که علف بر این می دروند. یک جا شوید، به گپ سید فرخ شاه کار کنید، او می داند. عزیز ما دخترم تو به ملا خشال شوهر کن. نه نگو این آرمان من است دخترم. تمام، میرزای من تو کارم را دوام ده. جهانگیر بروی نبیره‌اش نگاهی پر محبت افکند و جان شیرین بدن نازنینش را ترک نمود. میرزا عزیز سری بابا را به کنار گرفته زمام گریه تلخ را سر داد. مادرش نوحه و فغان برداشت. جهانگیر آوازدار، رستم شغنان زمین، پیشکار جوان مردان، حمایه‌گر کمبغلان، مرگ مفاجای دشمنان و قوت دل و چراغ محفل دوستان شهد شهادت چشید. خبر مرگ او چون باشه تیز پرواز از ده به ده، از دهان به دهان گذشت و هر کسی که شنید کار و بارش را پرتافته به جنازه او شتافت. از دهه‌های دور و نزدیک، از دره‌های سوچان، غوند، درمارخ، شاخدره، پارشنیف، حتی اشکاشم و روشان، خویشاوندان و پیوندان، پهلوانان نامدار و دهقانان کامیار، روحانیان و درویشان راه دهه بهشار پایتخت شغنان را پیش گرفتند. همه می‌خواستند قهرمان خود را به راه آخرین گسیل کنند. به همین بهانه اشک از بیداد ظالمان در بند جگر غون شده را از دیده ها روان سازند، به غم و اندوه صعب عموم خلقی شریک شوند. تا فرامدن تاریکی در بهشار بیش از 2000 آدم جمع آمد. آنها در تگ درختان، خرسنگ‌ها، لب دریا، در خانه خویشاوندان جای گرفتند. از تعداد بیشمار آدم خوف برده محبت خان امر داد که پاسبانان را دهچند افزایند. وی هیچ گمان نداشت که خبر مرگ جهانگیر هنگامه دیگری برپا نموده ازدحام خطرناک را در نزد قلعه جمع می آورد. هر خانواده بهشاری چیزی که داشت روی دستارخوان گذاشت، اما از شدت اندوه چیزی از گلوی کسی نمی گذشت. نعش جهانگیر را هم به باغ برآورده در پهلوی شهیدان دیگر، آنهایی که امروز همراه او جنگیده جان خود را از دست داده بودند گذاشتند. شغنان ماتم سرتاسری داشت. پس از نماز زنان در اطراف شهیدان نشستند. آنها با نوبت ربایی می سرودند و یک جایه آواز انداخته نوحه می کشیدند.
در حلقه های مردان یا شخص دانای درباره عزیزان و اولیاء و انبیا قصه می کرد، یا سیدزاده از گور قیامت می گفت، یا آوازخان با رباب مدحیه می سرایی. روز روشن شده بود که اول آوازه آمدن سید فرخشاه به گوش میرزا عزیز رسید. سپس خود او همراه چند نفر به باغ درآمد. به احترامش همه از جا برخاستند. پس از واخوردی با کلانسالان، سید فرخشاه راست به نزد میرزا عزیز آمد، سر او را به سینه فراخش پخش کرد و گفت: رضای خداوند تبارک و تعالی چنین بوده است پسرم. جهانگیر از مولانا علی بود، خوشبختی آن حضرت نصیبش گردید. میرزا عزیز چنین چهره گرم نورانی و چشمان مهربان و ذکاوتمند را بار اول می دید. در همین یک لحظه معاشرت با سید فرخشاه احساس کرد که دلش قوت گرفت، چشمانش روشن گشتند. مرگ بابای عزیزش معنی تازه دیگری پیدا کرد. او به عمق این معنی نرسد هم احساس افتخار از شهادت بابایش در کدام گوشه دلش چراغک زد. سید فرخشاه به سر مرده جهانگیر آمد، رویش را کشاد و رخسارش را بوسید. سپس گفت: الله تعالی تو را با مرگ بهشتیان از بین ما ربود، جهانگیر شیرافگن صاحب قران. و روی شهیدان دیگر را هم کشاده دید و نام هر یکی را پرسیده در حقشان سخنی گفته نشست و دعای کرد و دست بروی کشید. حاضران آمین گفتند. با التماس خلیفه ها نماز جنازه را سید فرخشاه خواند. پیش از ادای نماز وی به جماعت چنین خطاب کرد: جهانگیر پهلوان نگهدارنده ثبات و صلاح ملک شغنان بود. او، پسرانش محمد نسیم و محمد عظیم و پدرش فرامرز سرلشکران شاهان ما بودند. وقتی که این بزرگمردان تیغ از نیام می کشیدند، مرغان در هوا از پرواز و ماهیان در آب از شنا باز می ماندند. از دم شمشیر و ضربه شویز نشان مردان فیلزور و گردان شیرافگن جان خدایی می طلبیدند. اینها هر یک امیر حمزه صاحب قران، علی شیر خدا، سام نریمان، رستم داستان و اسفندیار رویینتن دوران خود بودند. به زمامداران زمان نه سخن خداوند نه نصیحت اهل فضل تأثیر ندارد. این طایفه را تنها دست و پنجه خاراشکن و تیغ و نیزه جانشکار پهلوانان غیور و جسور از ظلم و تعدی، مردم آزاری و خودپرستی نگاه می دارد. پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام ما حضرت علی علیه السلام فرموده که یا علی ظالم سه علامت دارد: به زیر دستان با قهر و غلبه رفتار کند، آنچه تواند از مال مردم برباید و از هر کجا بخورد باک ندارد. و باز می فرماید: یا علی سنگدل سه علامت دارد: بر ناتوان ترحم نکند، به اندک نسازد، پند و اندرز در او سود نگذارد. پس اگر درست بیندیشیم آیا خلاصه نمی کنیم که پادشاه ما ظالم و سنگدل است؟ آیا آن نشانه هایی که پیغمبر برای شخص ظالم و سنگدل برشمرده است در عبدالرحیم خان نبود و آیا در محبت خان نیست؟ وقتی پند و اندرز در حاکم سود نگذارد، امید رستگاری از ظلمش تنها به یک چیز میماند: ضربه شمشیر. اینهایی که برای کوتاه نمودن دست شاه ظالم از گریبان مردان و دامن زنانمان سر به بالین خاک مانده‌اند، سرافرازترین بندگان خدایند. سید فرخشاه سخن می گفت و جسم و جان میرزا عزیز می بالید. هر کلمه‌اش به نوجوان نیروی نهانی می بخشید. وی احساس می نمود که بدنش از توانایی پر می گردد، حتی بال و پر برآورده پرواز کردن می خواهد. تابوت جهانگیر و یاران سفر آخرتش را ازدحام به آخر مردان شانه به شانه و کتف به کتف به قبرستان بهشار بردند. از تمام خانه ها، باغ ها و کشتزاران ده ناله جانگداز زنان به دریا و کوه ها همنوا گشته به قله ها می پیچید و از فراز قله ها جانب فلک ها می رفت. آنها با جگرهای خسته ربایی می موییدند: وای از من و وای از من و وای از جانم، این حضرت عزراییل شده است میمانم. این حضرت عزراییل که جان می طلبد، شاید که به آسانی برآرد جانم. ما 5 برادریم،
یک بابه پیر. هر 5 کمان داریم، هر 5 مان تیر. در آب شناوریم، در کوه نخچیر. در جنگ بهادریم، در مرگ اسیر. خرسندی ناگهانی و اسارت غیر چشم داشت. دره‌های تنگ، فراز و نشیب‌های مشکل گذر و همزمان خوشمنظر پشت سر شدند. کاروان به فیض آباد و پایتخت بدخشان می رسید. پشت کوه‌ها پر از درخت و بوته‌های هر خیله بودند. کوه و وادی‌های این دیار با جلوه انواع رنگ‌های به هم آمیخته گل و گیاه و خاک و سنگش چشم بیننده را پرنور و قلبش را پرسرور می‌گرداند. ولی این منظره‌ها دل کاروانیان آقسخال اسحاق را خرسند نمی‌کردند. چقدری که وادی فراختر و فیض آباد نزدیکتر می‌شد، ساعت فراق و فروخته شدن به غلامی و تقدیر نامعلوم آینده هر یک اسیر را همان قدر بیشتر به اضطراب می آورد. اسحاق تماما کمگپ و خیال زده شد. اسبش را به اختیار 2 زن سالمند گذاشته خود در بین اسیران پیاده می رفت. انگار پس از گذراندن دعوت بقایش آقسخال از دنیا دست و دل شسته باشد. کاروان از کنار دیهه کلان گذشته به سرای کم آدمی رسید. آن از فیض آباد 2 فرسنگ دوری داشته همه شغنی سرایش می گفتند. در اینجا مسافران منزل می گرفتند که یا برای در آمدن به شهر شتاب نداشتند یا از شهر دیر می برآمدند. آقسخال امر کرد که شب را در شغنی سرای گذرانند. گشت روز بود و هوا گرم. ابرهای سفید ضخیم خلطه‌های بزرگ آویزان چکه را به یاد می آوردند. از 4 طرف بوی گیاهای گوناگون به مشام می زد. شمالک سبکسیر هم گاه ناگاه پرکشیده به سر و روی آدمان دمک سرد پاشیده طبعشان را چاق می کرد. در سرای بغیر از کاروانیان شغلی دیگر مسافری نبود. صاحبان سرای مرد گزگوشت میانسال بیدندان با 2 پسر خود مهمانان را پیشواز گرفتند. مهمانان برای شب گذرانی نه داخل بنا بلکه سبززار زیر درختان را انتخاب نمودند. پس از آن که همه جا گرفتند و تکودو به آخر رسید، آقسخال اسحاق به همسفرانش رو آورد. برادران و خواهران، اکنون که قریب به فیض آباد رسیدیم، مدعای دل خود را می کشایم. مرا شاه محبت خان مجبور کرد که شما را به اسارت برم. اول خواستم علاج یافته این فرومایگی را به گردن نگیرم، لیکن اگر من رد می کردم او به کسی دیگر واگذار می نمود. آنگاه کی می داند با شما چه ها می کردند؟ در شغنان شما را چه قسمت انتظار بود از من بهتر می دانید. این کافر ماجرا از خون سیری ندارد. من چنین صلاح دانستم که شما را به بهانه فروختن در فیض آباد از مرگ یقین رها سازم. اینک شما آزادید، آزاد، به هر کجا که پایتان بکشد بروید. آقسخال تاقیش را گرفت و عرق سرش را با کف دست پاک کرد. حاضران از چنین پیش آمد غیر انتظار مات و مبهوت به او می نگریستند. پس از چند لحظه سکوت نوکر کلانسال بنا خواست برخاست و کمانش را به سینه اسحاق راست کرد و بانگ زد. ای آقسخال، تو دیوانه شدی؟ شه سرت را می بره. قرلق جوان هم دست به کمان برد. اسحاق آرامانه جواب داد. کمانهایتان تیر ندارم بچه مردها. من شب خلطه های تیرتان را گرفتم. می دانم که در نزد شاه باید جواب دهید. اسیران را رها می کنیم و من همراه شما به شغنان برمی گردم. برای محبت خان چه اهمیت دارد که ما اسیران را فروختیم یا نه؟ به شاه پول در کار، من پولش را می دهم و سلام. اگر شاه داند که ما اسیران را اسیر کردیم، مرا سیاست می کند، گفت قرلق جوان. شما نگویید و نمی داند، جواب داد اسحاق.
نیتت آزاد کردن ما باشد، برای چی در خود شغلان یا شیوه نکردی آقسخال؟ اکنون کجا برویم و چی کنیم؟ اعتراض آمیز گفت مرده. فراموش نکنید که شاه در همه جا جاسوس دارد. پاسخ داد اسحاق. نوکر میفرستاد و همتان را میکشت، به فیض آباد نمیفرستد. حاضران گپ آقسخال را ملاحظه کرده معقول دانستند. نوکران هم از سر دعوا گذشتند. اسحاق چون دید که جماعت از رفتارش قناعتمند است، دوام نقشش را به میان گذاشت. دانسته باشید از روزی که در سرای سنگ شاه شما را نرخ گذاشت، مرا هم معزول ساخت. گمان نکنید که من وظیفه دارم و شما مظلومانید. من هم به مثل شما شغلی جفا کشیده بی فریاد رسم. اسحاق بغض گلویش را فرو برد و نطقش را دوام داد. نه فقط من، بلکه یگان وظیفه‌دار شغلانه، نه دیوان بگی، نه آقسخال، نه محصل، نه افسر، نه کسی دیگر خوشبخت نیست. ما همه بدبختیم. سکوت حزن‌انگیز گران از آن شهادت می‌داد که سخن اسحاق به همسفرانش چه تأثیر عمیقی دارد. آنها اکنون احساس کردند که گرانترین بار در کاروان بر دوش اسحاق است. آیا از بیوطن کردن پیوندان کار میان شکنی در عالم وجود دارد؟ زنان می‌گریستند، مردان مضطر و حیران در انتظار سرنوشت تلختر دندان به دندان نهاده چی کردنشان را نمی‌دانستند. خاموشی گران را خود اسحاق شکست. اما دل را به دست شیطان سپردن فضیلت نیست. آخرین کاری که از دست من می‌براید همین حالا بستن عقد نکاح سبز قدم و سبزگل است. این خوش خبر همه را یک باره به جنبش آورد. نداهای خوشنودی بلند شدند. گریه زنان قطع گردید. ثوابترین کار میکنی آقسخال. احسنت و تو بر این انسان. نه فقط نکاح بلکه خرسندی هم میکنیم. اسحاق از سرایدار خواهش کرد که برای نوخانه‌داران به مدت 1 هفته حجره جدا سازد. او اول پول حجره را به دست سرایدار داد، سپس پدر وکیلی را خود به عهده گرفت و داد محمد را التماس کرد که خطبه نکاح جوانان را بخواند. کاروانیان برای گذراندن چنین خرسندی ناگهانی همه با رغبت به تک و دو در آمدند. با راهنمایی صاحبان سرای آذوقه خریده در 3 دیگ کلان به پختن خوراک آغاز کردند. زنان دختر را به حجره درآورده شستشو دادند. هر کس چیزی از پوشاک و زیور داشت به عروس تقدیم نمود. خوراک پخت و عروس هم به نکاح آماده گشت. مردان شهمرد را با دایره و سرود سرتراشان کردند و جامه و سله پوشانده به حجره عروس بردند. انگار حزن و اندوه وجود نداشت. داد محمد خطبه نکاح خواند. بزم و ضیافت تا دیرگاه شب دوام یافت. بعداً وقتی که همه خسته شده خرسند و مسرور هر کس در جای خواب رفت، اسحاق نیز به مدار و شلپر رو به آسمان پرستاره سر به بالین گذاشت. صداهای داد و فریاد و گیرودار اسحاق را بیدار کردند. او چشم گشاده از جا برجسته بود که سواری به سرش رسید و به سینه‌اش لگدی کوفت. اسحاق 2-3 گز پریده پشتناکی به درختی که در زیرش خوابیده بود برخورد و افتید. دقیقه هوش باخت ولی زود به خود آمد و ناخودآگاه به تیاقش تکیه کرده برخاست و بانگ زد. راهزنان را بزنید. اما دیر شده بود. چند سوار مسلح همسفران او را میانگیر کرده دست به پشت می‌بستند. تیاقت کار نمی آید موی سفید، گفت آنی که او را از پای درآورده بود. بهترش بگو که آقسخال اسحاق کیست؟ من، جواب داد. اسحاق سینه ضرب خورده‌اش را مالیده. مرا لازم داشته باشید بگیرید ولی به این بیچارگان غرض نکنید. همتون لازمید، گفت آن مرد و امر داد. پیش درآیید، زود باشید. نوکران دست مردان را بسته به زنان کودکان فرمودند که چیز و چاره اهل کاروان را به اسبها بار کنند. شما کیستید؟ من به حاکم ملک شکایت میبرم، تهدید کرد اسحاق. موسفید اگر وقت مردنت نرسیده باشد گپ را دراز نکن و پیش درآ، خطاب کرد سرکرده. این هنگام سرایدار رسید و به سواران سلام داد و گفت افسر صاحب من مزدم را نگرفتم. سرکرده در نیم تاریکی سحر سرایدار را سینچه کرد و گفت در داخل هم شغنی ها هستند؟ دم اسحاق درون زد، دل بیمارش غلیان کرد.
خدایا خداوندا نوجوانان را در پناهت نگه دار. در دلش التجا کرد اسحاق. نه خیر صاحب، کسی دیگری نیست، جواب داد سرایدار. راست میگوید، به اسحاق رو آورد سرکرده. اسحاق فی الفور تصدیق کرد. بله صاحب، راست میگوید، پولمان فقط به اجاره همین چمنزار رسید. ای شغنی های آسمانجول، با زهرخند خطاب کرد سرکرده، بغیر از صورت خوب دیگر چیزی ندارید، برو پول سرای را بده. اسحاق که چنین گذشت را از سرکرده انتظار نبود، اول ناباورانه، سپس با قطعیت از پس سرایدار روان شد. زود باش موسفید، تاکید کرد سرکرده از پس او. برابر به سرای در آمدن، اسحاق به سرایدار منتداری اظهار کرد. هزار رحمت خدا بر گذشتگانت ای مسلمان برحق، بسیار مرد بوده ای. اگر درون سرای را میکافتند تمام، گفت مرد. من نخواستم نوخانه‌داران را به دستشان سپارم. برای همین وقتی که اینها دست به غلبه زدند، من داماد و عروس را به کهدام بردم. نوکرانتان شب در حجره من بودند. وقتی بگیر و بزن سر شد، دم خواده کردند. خدا لعنتشان کند. با نفرت گفت اسحاق. درست کردند که گریختند. التماس صاحب، اسمت چیست؟ گلمراد. ولی مرا مردم همه مهماندار میگویند. لقب مناسب، گفت اسحاق. من اسحاق هم از مرکز شغنان. اگر تقدیر روا دید برمیگردم و آن دو جوان را با خود میبرم. اگر نه، اینها را به زنهار تو میسپارم. اکنون مزدت را برشمار. صاحب، گفت گلمراد، پولی که دیروز به من دادی بس است. باز اینقدر آذوقه از سور باقی ماند. آن هم به من میماند، هم به خرج نوخانه‌داران میدهم. من به بهانه پول گرفتن خواستم تو را آگاه سازم که این سواران نوکران دختر شاه بدخشانند، نه رازن و دزد. شما با اینها تندی و جنگ نکنید که تباهتان میکنند. اسحاق را این خبر تماما حیران کرد. دختر شاه بدخشان به آنها چیکار دارد؟ خدا بگیرد این چرخ حادثه زا را. او با گلمراد مهربان پناه به خدا کرد و به نزد کاروانیان آمد و به سرکرده رو آورد. اگر ما را غارت کردنی باشد، بدانید که بجز لباس تن دیگر چیزی نداریم. سرکرده گفت: سوار شو اقصخال. اگر ما غارت میخواستیم، حالا در تنت لباس نمیماند و در این دشت از ما گردی رفتیم بخیر. اسحاق به اسب نشست و اسیران دوباره اسیر افتاده از پس او از پس نوکران برآ افتادند. آفتاب قد یک نیزه بلند شده بود که کاروان به شهر فیض‌آباد درآمد. 10-15 دقیقه قد رودخانه راه گشته به چپ تاب خوردند و به باغ کلان شیخبندی رسیده قرار گرفتند. نوکران زود پیاده شدند و سردارشان به خیمه سیاه فامی که در یک گوشه سیلسایه باغ راست کرده بودند در آمده از نظر غایب گشت. اسحاق هم از اسب فرآمد و در قطار همسفران از بازی نوی سرنوشت لال و حیران راست ایستاد. دلش گواهی میداد که امتحان نوبتی سنگین انتظارش است. مدت پس اول سرکرده شناس، از پس او مرد قامت بلند خوش لباس شمشیردار از خیمه برآمده جانب آنها آمدند. خدایا یوسف علی خان! بنی ماواز ندا برآورد اسحاق. او به چشمانش باور نمیکرد که در روبرویش شاه گریزه شغنان یوسف علی خان آوازدار ایستاده است. یوسف علی خان اسیران را با دقت تمام از نظر گذراند و در آخر نگاهش را بر روی اسحاق قرار داده به زبان شغنانی گفت: ساقق، ارا خوش آمدی تردلوام خکت نختوج. ساقق خوش آمدی، کدام شمال پرانده باشد. اسحاق سر در پیش افکند و پاسخ نداد. یوسف علی خان به سردار نوکران رو آورده گپش را دوام داد: پدر این تنخواه‌خوار من بود. وی مرد درستی بود، ولی وقتی به این خبیث وظیفه دادم غله دهقانان را کم نشان داد. من از محصلی معزولش کردم. بدخوان لعین به این کار داد. حتی فروختن اسیرانش را به این بی آبرو باور کرده است. چند کس آوردی؟ همین قدر، جواب داد اسحاق. یگان کس نگریخت، 2 نوکر گریختند. یوسف علی خان به اون نزدیکتر آمد، به چشمان خسته‌اش خیلی نگاه کرد و بازرده گفت: بسیار میخواهم در پیش همین شغنی های کفنگدایت سرت را بریده تنت را به بزکشان دهم، لیکن یک اندیشه مرا باز می‌دارد. یوسف علی خان توقف کرد تا تاثیر سخنش را به اسحاق بسنجد. اسحاق ناجنبان و بی فرق به او می‌نگریست و صدای نمی برآورد: نه بهشاری، تو فکر نکن که در یگان گوشه سینه‌ام شراره رحم شعله زده باشد. به گپش دوام داد یوسف علی خان:
من تو را برای آن نمی کشم که به وطنت برگردی و قدرت مرا ببینی که از دست من چه ها می آید و باور کنی که نه تو نه شاهت نه مردمت به ناخون پایم نمی ارزید. اسحاق باز چیزی نگفت. چرا گپ نمی زنی بهترمالی؟ از خاموشی اسحاق به تنگ آمده دوغ زد یوسف علی خان. اسحاق به شاه با نفرت شدید نظر کرد و آرامانه پاسخ داد: من گپ ندارم. شاه لب خاییده دقیقه فکر کرد و گفت: این جلهوندی هایت را ساعت پس می فروشم. تو خود حاضر برگرد و برو. اسیران از غایت ترس همگی به دهان آب گرفته بودند. اسحاق خفا گشته با نگاه های پرعلم با همدیاران خوار و ذلیل خود پناه بر خدا کرد و سر جنباند و به آنکه به سویش نگرد به یوسف علی خان خطاب کرد: اسبم را البته میگیری. تو را آزاد کنم، اسبت را بدهم، به من چی میماند؟ هر چه زودتر پایت را بکن که از فکرم نگردم. اسحاق خرجینش را از قاش زین گرفت و دیگر به قفا نگاه نکرده با قدم‌های گران و سر خم باغ را ترک نمود. آواز گریه زنان و نورسان از بین توده اسیران بلند شد. یوسف علی خان به افسر فرمان داد: این افلاسان را آبتنی برده جلابان زابلی را دعوت کن. شنوندگان گرامی، شما گفتار رو از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتومیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجامی گفتار 23 برنامه را برایتان کارگردان زبداجی محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.